درود نشر خبر این ساعته رو روی موج رادیو موجر با تحولات تازه‌ترین تاجیکستان و جهان مستقیما میشنوید. امروز 9 دکبر است و خبرها رو از روسیه شروع میکنیم. اگنتی فدرالی نقلیات هوایی فدراسیون روسیه به آزور ایر اجازتنامه برای پروازها در مسیر ایرکوتسک خوجان ایرکوتسک را داده است. این در فرمان اگنتی فدرالی نقلیات هوایی روسیه از 3 دکبر سال 2020 آورده شده است. در فرمان قید کرده می شود که پروازها هفته 2 مرتبه انجام داده می شوند. قرار برآوردن این تصدیق اساس یا قرار برقرار کردن پروازها در خط سیرهای بین‌المللی نیست که در فرمان اگنتی فدرالی نقلیات هوایی از 3 دکبر 2020 سال تحت رقم 1463 پیش بینی شده است. در همین حال از پلوس با استناد به آژانسی اولیتسیا گراژنی تاجیکستان می‌نویسد که مقامات تنظیم کننده ساحه هوانوردی شهروندی جمهوری تا حال از جانب روسیه آگاهی نگرفتند. آزور ایر بزرگترین شرکت هواپیمایی چارتری روسیه که از 40 شهر روسیه به 29 منطقه توریستی بین‌المللی پروازها انجام می‌دهد، شریک استراتژیکی سیاحی انکس تور میباشد. شرکت تحت برند هوایی آزور ماه دکبر سال 2014 فعالیت را آغاز کرده است. خاطر نشان می‌سازیم که با سبب پاندمی حرکت منتظم هوایی بین تاجیکستان و روسیه قطع شده است و جای این مقامات دو کشور پروازهای چارتری صادراتی را موقتا آغاز کردند. پروازهای صادراتی از روسیه و تاجیکستان توسط شرکت هواپیمایی وطنی سامول و از تاجیکستان و روسیه باشد شرکت‌های روسی یوت ایر و اورالسکی اولینی پروازهای چارتری را انجام داده ایستادند. در همین حال شرکت هواپیمایی سامول ایر خبر داد که تنها در ماه دکبر سال جاری 146 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان به نقشه گرفته است. در سمت مقابل شرکت اورالسکی اولینی در طول یک هفته از تاجیکستان به روسیه تخمینا 11 پروازهای چارتری انجام می‌دهد. از مسکو به سنت پترزبورگ می‌رویم. نشر خبری رو مستقیما میشنوید. در شهر سنت پترزبورگ در نتیجه یک رید مقامات کارهای داخلی 2500 منزل احتمالی که در آنها مهاجران به طور عمومی زندگی می‌کردند از تفتیش گذرانده شدند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات سرایوسط وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه و به شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد سنجش مذکور از روز 3 دکبر تا 6 دکبر در بناهای استخباراتی نویاهای حدودی شهر سنت پترزبورگ صورت گرفت. دقت مخصوص را کارمندان پلیس در جریان سنجش‌ها با آشکار کردن ویرانکنی قانونگذاری مهاجرت از جانب شهروندان خارجی روانه نمودند. در جریان رید مقامات 2500 منزل‌های استقامتی در 99 بناهای زیست که احتمال می‌رفت در آنها مهاجران غیرقانونی و دست اجمی زندگی می‌کنند مورد تفتیش مقامات کارهای داخلی شهر سنت پترزبورگ قرار گرفت. در نتیجه در 3 منزل استقامتی شماره عمومی مهاجران معین کرده شد. گفته می شود که حالت‌های آشکار شوی زندگی دستجمعی مهاجران در یک منزل و به حجت‌های قید رسمی در کوچه زازیورنای خیابان ویتیسکی و اوچونیکیدزه برقرار گرفته شده است که در مجموع از این 3 حالت آشکار گردیده معین کرده شده است که در این منزل‌ها در عموم 32 نفر مهاجران غیر قانونی زندگی می‌کردند که هیچ کدام از آنها حجت رسمی در قید اقامت محل حاضری بودجه‌اش را نداشتند. همچنین در نتیجه سنجش‌ها 13 شهروند خارجی دیگر برای به جوابگیری مأموری کشیدند بنا به دغدغه‌ها و اعلام نمودن قانون‌های بودجه در فدراسیون روسیه به شعبه‌های پلیس برای ادامه کارهای سنجشی انتقال یافتند. همچنین 9 شهروند خارجی برای میدان‌باشی، 1 نفر برای نوشیدن مشروبات در جای‌های جمعیتی نیز به جوابگیری مأموری کشیده شدند. ادامه نشر خبری در سنت پترزبورگ می‌مانیم. شماره پتنت‌های داده شده به شهروندان خارجی جهت کار در حدود شهر سنت پترزبورگ در سال 2020 قریب 1.5 برابر نسبت به سال 2019 کم گردیده است.
طبق اطلاع کاتب مطبوعات کمیته مهنت و شغل اهالی شهر سنت پتربورگ ماریا الکسیوا طبق تحقیقاتی که مکتب عالی اقتصادی سنت پتربورگ با درخواست کمیته انجام داده است، سال گذشته در سنت پتربورگ 385,000 خارجی از جمله شهروندان تعداد دولت‌های مستقل به کار جلب گردیدند. طبق معلومات پیشکی در سال 2020 شماره آنها 266 و از 4,000 نفر را تشکیل خواهد داد. افزوده است سخنگوی آژانس مهنتی سنت پتربورگ. دلیل کاهش یافتن شماره مهاجران از معلومات سرریاست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه و شهر سنت پتربورگ و ولایت لنینگراد نیز شهادت می‌دهد. شماره عمومی پتانت‌های گرفته شهروندان خارجی در آخر ماه اکتبر 185 از 2,000 عدد را تشکیل داده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 45,000 عدد کمتر است. یک سال پیش در 3 ماه آخر سال 2019 230,700 پتنت به مهاجران در شهر سنت پتربورگ داده شده بود. الکساندر کوریاچی دیرکتور مرکز تحقیقات عملی مکتب عالی اقتصادی سنت پتربورگ سبب‌های کاهش مهاجران مهنتی را به پیامدهای پاندمی کرونا ویروس ربط می‌دهد. قسم زیاد مهاجران بهار برای کار به شهر سنت پتربورگ می آمدند و در تیر ماه با شروع گردیدن سردی ها برمیگشتند. امسال به دلیل بسته بودن مرزها مهاجران قریب که عموما به شهر نآمدند. افزوده است الکسی کوریاچیک. در کمیته مهنت و شغل اهالی سنت پتربورگ معلومات دادند امروزها 100,873 نفر شهروند بیکار در آژانس‌های شغل مهنت ثبت نام شدند. سطح بیکاری به قید گرفته شده از 3.3% زیاد نیست. در این زمان تنها 41,129 نفر از شخصان به قید گرفته شده کمک پولی میگیرند. اما با وجود در قید رسمی بیکار بودن ساکنان شهر سنت پتربورگ نمیخواهند در آن سمت‌های کار کنند که قبلا مهاجران مهنتی با مزد کم کار میکردند. تحولات تاجیکستان و جهان است در این ساعت در روی موج رادیوی موجب. از سنت پتربورگ برمیگردیم به مسکو و موضوع نورسایی مهاجران مهنتی در روسیه را ادامه می‌دهیم. رهبر فراکسیای حزب LDPR در دومای دولتی فدراسیون روسیه ولادیمیر ژیرنووسکی پیشنهاد کرد که فراشان و کارمندان دیگر خواجگی منزلی و کمونالی مسکو را در ولایت‌های اسمالینسک، تولا، ولادیمیر و دیگر شهرهای مرکزی روسیه جستجو کنند. همچنین ولادیمیر ژیرنووسکی در مورد گزارش‌ها درباره تشکیل پروازهای مخصوص هواپیمایی برای آوردن 500 کارگر به بخش خواجگی منزلی و کمونالی مسکو و از قرقیزستان نیز ابراز نظر کرد. درباره حجم انتقال خارجیان به مملکت ما به شهرهای روسیه در اطراف مسکو، ولادیمیرسک، اسمالینسک، کستروما، ایوانوو، تولا، یاروسلاو، پریانسک تبلیغ برید. شما در اول دستمزد آنها را به طلبات زمان بالا بردارید، پس نتیجه‌اش را خواهید دید، گفته است ولادیمیر ژیرنووسکی، وکیل دومای دولتی فدراسیون روسیه. در اوایل ماه دکمبر یک قطار منبع‌ها خبر دادند که مؤسسه دولتی بودجوی ژلشنیکی ناحیه تاگانسک شهر مسکو که بودجه‌اش 4.5 میلیارد روبل حساب شده است، یک هواپیمای مسکو بیشکک مسکو را برای به پایتخت روسیه رساندن 500 کارگر از قرقیزستان کرایه کرده است. حالا مسکو و در عموم روسیه به کمبود نورسایی جدی مهاجران مهنتی نیاز دارد. روبرو است چون سرحدها بستند و مهاجران امسال مثل هر سال نتوانستند وارد روسیه گردند. دومای دولتی روسیه در خوانش اول تغییرات به قانون فدرالی را که صلاحیت کارمندان پلیس را وسیع می‌کند تصدیق کرد. حجت مذکور در سامانه دومای دولتی روسیه نشر شده است. در آن گفته می‌شود که کارمندان پلیس حق دارند که خود را معرفی نکنند، رتبه و منصبشان را نامبر نکنند، شهادتنامه خدمتی خود را نشان ندهند و سبب اندیشیدن چنین چاره‌ها را شرح ندهند اگر به حیات و سلامتی او خطر تهدید کند. کارمند پلیس همچنین حقوق وارد شدن به منزل دیگر نفران را دارد اگر ضرورت بازداشت گمانبر شوندگان یا عیبدار شوندگان در صادر نمودن جنایت به میان آید.
بعد از این عمل کارمند پلیس باید مقامات پروکراتوره را برای هر یک حالت ورود بدون اجازت به منزل شهروندان برای دستگیر نمودن گمانبران جنایت باید در دوام 24 ساعت خطی آگاه سازد. لایحه قانون با پلیس همچنین حق می‌دهد که نقلیات را کشاید و به آن وارد شود اگر ضرور شمارد که در آنجا آدمان در خوفند و یا تامین به خطر آنها در حالت نامعین قرار دارد. در لایحه قانون اینچنین گفته می شود که کارمند پلیس برای عملهایی که هنگام اجرای وظیفه ها صادر کردند اینچنین به جوابگری کشیده نمی شوند. لایحه قانون طوری که در ایضاح آن آورده شده است با مقصد انیق‌تر کردن وکالت‌های کارمندان پلیس اینچنین تحکیم کفالت حمایه حقوق و منطقه قانونی شهروندان تهیه شده است. اما حامیان حقوق میگویند که به این هم کارمندان پلیس در روسیه در اکثر موارد از حد وکالت خود بیرون میبرند و آن عمل و یا طلبات‌های را تقاضا میکنند که در دایره وکالت خدمتی آنها راست نمیآید. حامیان حقوق بر این باورند که چنین عملها بیشتر مهاجران مهنتی روبرو میگردند. خبرهای آخرین این ساعت تاجیکستان و جهان بود. سلامت باشید.